چنگال دو سر. یه قلاده با یه چنگال دو سر که یه طرفش زیر چونه و اون یکی سمتش بالای سینه قرار میگرفت و محکم دور گردن سفتش میکردن. این وسیله قربانی رو مجبور میکرد که سر خودشو بالا نگه داره و باعث ناراحتی شدید و محرومیت قربانی از خواب میشد. تو این روش ممکن بود از قربانی سوال بپرسن یا فقط همینطوری رهاش کنن که آروم آروم چنگال وارد بدنش بشه. افسار سرزنش. یه چارچوب فلزی رو وارد سر قربانی می‌کردن که یه دهنبند داشت که باعث می‌شد فرد ساکت بمونه. قسمت فلزی که داخل دهن قربانی میرفت میخای ریزی داشت که در صورت تکون خوردن زبون قربانی رو زخم می‌کرد. از این وسیله برای مجازات زنایی استفاده می‌شد که بیش از حد غر می‌زدن و غیبت می‌کردن، به طوری که اونا تو ملأ عام تحقیر می‌شدن و توانایی صحبت کردن رو از دست می‌دادن. عقاب خونین. آیین وحشتناکی که تو اون دنده‌های قربانی از ستون فقرات بریده میشه و به شکل یه بال باز میشه، در حالی که ریه ها رو بیرون میکشن و باعث مرگ دردناک و آروم قربانی میشن. اسکافیسم که به عنوان یه روش بسیار بیرحمانه برای مرگ شناخته میشه. تو این روش قربانی رو کت بسته توی قایق میذارن و بهش شیر و عسل میمالن تا حشرات رو جذب کنن. بعد باعث بالا آوردن قربانی اطراف خودش میشدن. این کار حشرات بیشتری رو جذب میکرد. حشره‌ها به طور مداوم بدن قربانی رو نیش میزدن و سعی میکردن از زخم‌ها وارد بدن قربانی بشن. هر روز صبح این کار تکرار میشد تا قربانی بمیره. از این روش به عنوان یکی از طولانی‌ترین روش‌های شکنجه نام برده میشه که یه مرد تونسته بود تو این روش 17 روز زنده بمونه. علامت داغ. یه مهره داغ فلزی رو روی پوست قربانی قرار میدادن تا جای اون علامت رو پوست قربانی بمونه. این کار برای مجازات همچنین درس عبرت برای بقیه بود. گاو برنجی. مجسمه فلزی به شکل یک گاو برای حبس کردن قربانی داخلش. بعد زیر مجسمه آتیش درست میکردن. تو این روش کسی که داخل مجسمه بود درد شدید زنده سوختن رو تجربه میکرد و قرار بود با دیدن شدت مجازات بقیه رو هم بترسونن. همچنین لوله‌های مخصوصی وجود داشت که صدای جیغ و داد قربانی ازش عبور می‌کرد و به صدای گاو واقعی تبدیل می‌شد. چرخ شکننده. تو این روش استخوان قربانی شکسته می‌شد و وصلش می‌کردن به یه چرخ بزرگ. بعد اونا رو تو ارتفاعات آویزون می‌کردن که آب و هوا باعث مرگ آهسته اونا می‌شد. پاره کننده سینه. برای مجازات به خصوص مجازات زنا استفاده میشد. تو این روش وسیله شکنجه رو داغ میکردن و برای پاره کردن پوست سینه ها به عنوان یک شکنجه خیلی دردناک عمل میکرد که جای زخم مادام العمر رو بدن میذاشت. کنگ. قلاده‌های بزرگ و سنگین چوبی که دور گردن قربانی قفل میشد که باعث شرمساری میشد. همچنین حرکت کردن و خوردن رو خیلی سخت میکرد. تو این روش مجازات قربانی نه تنها درد جسمی بلکه احساس خجالت در مقابل دیگران بود. روغن کرچک. خوردن زیادی این روغن باعث میشد که قربانی نتونه مدفوع خودشو کنترل کنه. بعد قربانی رو داخل یه جعبه میذاشتن و ازش اعتراف میگرفتن. این کار تا جایی میتونست پیش بره که قربانی تو مایعات بدن خودش غرق بشه. گلابی خفه کن. یه جسم فلزی که تو دهن یا باسن قربانی قرار داده میشد و بعد اونو بازش میکردن. این گلابی بافت بدن رو تا جایی که دیگه به سایت آتیش برنگرده گشاد میکرد. کله خورد کن. همونطور که از اسمش پیداست این وسیله وحشتناک به آرومی دور سر محکم میشد و باعث درد شدید و در نهایت خرد کردن جمجمه میشد. از این وسیله برای اعتراف گرفتن یا یه مجازات وحشیانه استفاده میشد. صندلی آهنی. صندلی ساخته شده از آهن با میخ‌های تیز روی صندلی و دسته‌های صندلی. تو این روش قربانی رو مجبور میکردن که ساعتها حتی روزها روی این صندلی بشینن. کیلهالینگ. کیلهالینگ یه مجازات شدید دریایی بود که تو اون قربانی رو به یه طناب می‌بستن و از یه طرف کشتی به طرف دیگه زیر آب می‌کشیدن. اونا این کارو اونقدر ادامه میدادن تا قربانی یا خفه بشه یا بدن کشتی بدن اون رو تیکه تیکه کنه. لینچی. این نوع اعدام تو چین بود که گوشت بدن قربانی بریده میشد و این کارو تا جایی ادامه میدادن که قفسه سینه دیده میشد. این کار واسه ساعت‌ها انجام میشد تا اینکه قربانی بالاخره میمرد. پاندول. روشی که تو اون یه تیغه تیز معلق بالای قربانی بود و همینطور که تو نوسان بود فاصلش تا قربانی کمتر میشد تا جایی که به قربانی میرسید و بدنشو کامل پاره میکرد. قفسه. تو این روش قربانی روی قفسه چوبی میخوابوندن و با کشیدن دستا و پاهای قربانی در جهتهای مختلف باعث میشدن بدن قربانی از هر دو طرف کش بیاد. این کار شدیداً درد داشت و باعث میشد اندامات در برن و رباطا پاره بشن. معمولاً برای به دست آوردن اطلاعات از این روش استفاده میشد. دختر لاشخور. وسیله فشاری که قربانی رو مجبور میکرد به این حالت در بیاد. برعکس روش قفسه که بدن قربانی کش میومد. پود آرارا.
نوعی شکنجه که تو اون فرد از مچ پا از میله آویزون میشد. این کار روشی برای اعدام نبود، ولی بعضی وقتا باعث مشکلات مفصلی طولانی مدت برای قربانی میشد. زبان وحشت، ابزاری برای گرفتن و پاره کردن زبان که باعث درد شدیدی میشد، که باعث جلوگیری از صحبت کردن و قربانی میشد. قسمت طنز ماجرا این بود که از این روش بعضا برای اعتراف گیری استفاده میشد. آویزون، این شکنجه شامل بستن دستای قربانی پشت اونا بود که از یه میله آویزون میموندن که باعث در رفتن شونه ها میشد. گاهن وزنهایی به قربانی میبستن که درد بیشتری به قربانی وارد بشه. این شکنجه طوری طراحی شده که بیشتر از 1 ساعت ادامه پیدا نکنه، وگرنه احتمال مرگ قربانی وجود داره. اتاق سفید، روشی که قربانی رو توی اتاق کاملا سفید ضد صدا بدون پنجره یا هر چیز دیگه‌ای حبس میکنن. این یه روش شکنجه روانی طولانی مدت بود که باعث دیوونه شدن قربانی میشد. سیاهچال، یه نوع گودال عمیقیه که برای نگهداری زندانیا ازش استفاده میشه. زندانیا رو تو سیاهچال مینداختن و ولشون میکردن بدون غذا و آب تا بمیرن. قفس‌های انسانی، روشی برای اعدام در ملأ عام و مجازات پس از مرگ که تو اون با اینکه فرد ممکن بود زنده باشه توی قفس فلزی قرار میدادنش. بعد اونو توی جای شلوغ آویزونش میکردن تا هشداری برای بقیه مردم باشه. قلقلک اسپانیایی، ابزار وحشتناکی که برای کندن و پاره کردن گوشت از بدن طراحی شده بود. این ابزار به شکل یک پنجه فلزی طراحی شده بود و به طور مداوم و آهسته روی قربانی استفاده میشد. اولش قربانی رو قلقلک میداد، ولی بعدش پوست قربانی رو تیکه تیکه میکرد. بامبو، یه بامبو داخل باسن قربانی قرار داده میشد. بامبو خیلی سریع داخل بدن قربانی رشد میکرد، طوری که از دهن قربانی در میومد. کندن پوست، روش وحشتناکی که تو اون پوست قربانی رو در حالی که هنوز زنده است از بدنش جدا میکنن. این روش باعث درد شدید و آهسته که در آخر به خاطر عفونت یا شوک عصبی باعث کشته شدن فرد میشه طراحی شده. صندلی جودیت، ابزار شکنجه‌ای که یه شکل هرمی داشت که قربانی بالای جسم قرار می‌گرفت. همچنین از تنابایی برای پایین آوردن قربانی استفاده می‌شد که صندلی به آرومی بدن قربانی رو میشکافت. تابوت آهنی، محفظه‌ای شبیه تابوت فلزی با میخ‌های داخلش که بعد از بسته شدن بدن قربانی رو سوراخ می‌کرد. الاغ اسپانیایی، وسیله چوبی تیزی که قربانی مجبور بود روش بشینه و از پاهای قربانی وزنهای آویزون میشد. این کار باعث درد شدید میشد تا زمانی که بدن قربانی به 2 نیم تقسیم بشه. قیچی تمساح، وسیله شکنجه‌ای که برای قطع اندام قربانی طراحی شده بود. قیچی لبه‌های دندانه‌دار داغ داشت که شکل فک تمساح میداد. از این وسیله برای شکنجه کارگرای فلز یا سارقین استفاده میشد. قطره آب، روشی که تو اون قطره‌های آب به طور مکرر و برای مدت طولانی روی پیشونی قربانی ریخته میشه. این کار باعث فشار شدید روانی تا مرز جنون میشه، چون به مرور این کار غیر قابل تحمل میشه. له کردن انگشت، دستگاهی که فشار شدیدی روی انگشتای قربانی وارد میکنه، حتی گاهن باعث شکستن استخونا میشه. از این روش برای اعتراف یا مجازات سارقا استفاده میشد. ویگ، دستگاه شکنجه‌ای که قربانی رو با سرعت بالا میچرخونه که باعث گیجی، حالت تهوع و آسیب جسمی میشه. ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما کانال رو سابسکرایب کنید.